خب بریم سراغ این که ما چجوری میتونیم وارد این بازار بشیم. برای اینکه وارد بازار فارکس یا کریپتو بشیم، اول از همه ما باید تومنمون رو، ریالمون رو تبدیل به دلار بکنیم. برای این کار باید یک صرافی ایرانی روی گوشمون نصب کنیم. تعداد صرافی ایرانی روز به روز داره بیشتر میشه. الان خیلی کلی تعداد صرافی‌ها بالا رفته و میتونید یکی از اونها رو انتخاب کنید. من صرافی خاصی رو در واقع پیشنهاد نمی کنم، ولی خب سعی کنید صرافی رو انتخاب کنید که در واقع معروف باشه، کارمزد پایینی داشته باشه و در واقع یک پشتوانه داشته باشه. یه تحقیق کنید راجع به اون صرافی که انتخاب میکنید. ولی این نکته هم در نظر بگیرید که ما صرافی ایرانی رو قرار نیست فعلا راجبش داخلش معامله کنیم، فقط قرار پولمون رو تبدیل به دلار بکنیم. البته میتونید توی صرافی ایرانی کریپتو رو هم ترید کنید، ولی تریدش از نوع اسپات معمولا و معاملات فیوچرز نداره که اینا هم جلوتر بهتون میگم چیه. خب شما اون صرافی ایرانی رو نصب میکنید، داخل اون صرافی ریالتون رو وارد میکنید، دلار میخرید. دلار توی در واقع صرافی ها به نام تتر شناخته میشه. سرچ میکنید تتر، اون رو میخرید. هر تعدادی که میخواید، 100 تتر تقریبا مساوی با $100، حالا کوچولو اختلاف دارن. و بعد از اینکه اون رو تبدیل به دلار کردید، اون رو وارد کیف پولتون میکنید. از کیف پولتون هم به صرافی خارجی یا بروکری که میخواید توش ترید کنید میفرستید و بعد هم حالا سود و یا سرمایه‌تون رو میتونید برگردونید و به همین ترتیب در واقع اون رو به ریال تبدیل کنید. فقط حواستون باشه که پولتون رو مستقیم به بروکرها و صرافی خارجی نزنید، چون که این نقض قوانینه و هم بروکر ایرانی و هم صرافی ایرانی و هم بروکر و صرافی خارجی میتونه پول شما رو پس نده، به خاطر اینکه این خلاف قوانینه. پس سعی کنید اول به کیف پولتون بزنید و بعد بفرستید به بروکرهای خارجی. و اینکه روند این کار رو هم من توی کانالم گذاشتم قبلا و اگر هم نمیدونید توی یوتیوب سرچ کنید. خیلی روند ساده، یه چیز خاصی نداره و میتونید انجامش بدید. سرچ ساده بزنید انجام میدید، هرچند من توی کانالم گذاشتم. خب این از این. بریم راجع به این که ما اگر بخوایم بروکرمون رو انتخاب کنیم چجوری انتخاب کنیم. خب قبل از اینکه اینو بگم بهتون بگم که من عمده فعالیتم توی بازار فارکس. پس از اینجا به بعد راجع به بازار کریپتو، ترید بازار کریپتو خیلی نمیتونم بهتون مشاوره بدم و سعی میکنم مشاوره هم بیشتر توی بازار فارکس باشه، چون جاییه که من تخصص دارم و جلوتر راجع به اون ارزی که تخصص دارم هم بیشتر صحبت میکنم که بتونم اطلاعات درستی بهتون بدم. اگر راجع به بازار کریپتو میخواید اطلاعات خیلی دقیقی داشته باشید، بهتر سراغ کسی برید که حالا بازار کریپتو رو بیشتر میشناسه. ولی یک موضوعی رو بهتون بگم اینه که روش تحلیل این بازارها، روش ترید این بازار هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه. یعنی اگر شخصی بخواد به شما آموزش ترید بده، بهتون نمیگه دارم فارکس بهتون یاد میدم یا کریپتو، بهتون میگه دارم ترید بهتون یاد میدم، چون هیچ فرقی اینا دوتا با هم دیگه ندارن. ولی خب من نکاتی رو راجع به بازار فارکس بهتون میگم که خیلی میتونه به دردتون بخوره. خب کجا بودیم؟ اینجا که انتخاب بروکر. ببین بچه‌ها، ما برای اینکه بروکرمون رو انتخاب بکنیم چند تا نکته رو باید دقت بکنید. ببینید بچه‌ها، بروکرها چند دسته تقسیم میشن که حالا 3 دسته کلی دارن: ای بوک، بی بوک، سی بوک. اینا چی هستن؟ بچه‌ها ببینید یه سری بروکرها هستن که همونجور که گفتم یک پرووایدری هست که این بروکرها پول رو به اون میدن، اون براشون معامله میکنه. بعضی از این بروکرها به این پرووایدرها وصل هستن. حالا چجوری ما میفهمیم که وصل هستن یا نه رو بهتون میگم. بعضیا وصل نیستن، بعضیا هم وصلن هم وصل نیستن. چجوری؟ اونایی که ای بوکن به این بروکرها، به این پرووایدرها وصلن. یعنی چی؟ پولش میاد، پول شما رو میگیره و وقتی شما معامله میکنید به اون پرووایدر میگه براتون اون معامله رو انجام بده و حالا سود یا ضررتون رو بهتون میده و خودش این وسط از کمیسیون و اسپرد به سود میرسه. اسپرد یعنی اختلاف قیمت ارزها. یعنی مثلا شما الان دلار رو تو برید تو بازار، به عنوان مثال مثلا 60,000 تومنه، 60,000 تومن از شما میخرن، ولی اگر همون دلار رو بخوای ازش بخری بهت میگه 61,000 تومن. این اسپرده، اختلاف قیمت بین خرید و فروش. که حالا یک کمیسیون هم ما داریم توی بازار که کمیسیون هم از شما گرفته میشه بابت اون معامله‌ای که دارید انجام میدید. این بحث
بروکرهای ای بوک که خب خیلی منطقی این کار رو انجام میدن. بروکرهای بی بوک چی هم؟ بروکرهایی که به این پرووایدرها وصل نیستن و در واقع تمام معاملاتی که شما دارید انجام میدید توی خود اون بروکر داره انجام میشه و یه جورایی این بروکرها بیشتر شبیه کازینو هستن که این بروکرها از ضرر شما به پول میرسن، به سود میرسن. اگر شما سود کنید، شما سودده باشید، خب اینا از جیب باید بیان به شما سود بدن، چون این اصلا به بازار وصل نیستن و در واقع پول داره بین یه سری عدد دارن به شما نشون میدن که واقعی نیست. خب اگر شما بخواید به سود برسید نمیتونن این پول رو به شما بدن و ورشکست میشن. برای اینکه این کار رو بکنن میان شادو سازی میکنن و استاپ شما رو میزنن و کندل سازی میکنن به خاطر اینکه بتونن در واقع شما رو به ضرر برسونن که خودشون به سود برسن. خب اینا که واضحن. یه مدل دیگه سی بوک داریم که حالا اونا میان یه سری تریدرهای سوده رو جدا میکنن از اونایی که دارن ضرر میدن و تریدرهای سوده رو وصل میکنن پرووایدر که اینا ولشون که برن برای خودشون سود کنن، تریدرهای ضررده رو تو خودشون نگه میدارن. اینا باز دمشون گرم ذره بهترن. ما باید دنبال بروکرهای ای بوک بگردیم. چه جوری؟ من توی این ویدیو اسم بروکری که خودم دارم کار میکنم رو نمیارم، چون من در حال حاضر دارم باش کار میکنم. راجع به فردا اطلاعاتی ندارم. شاید فردا به تعهداتش عمل نکنه و من بیام بهتون میگم آقا نه بریم سراغ یه بروکر دیگه. مثلا میگم آقا من چند سال دارم کار میکنم، مشکلی ندارم، ولی به صورت کلی دارم میگم. من توی این ویدیو اسمش رو نمیارم چون ممکنه این ویدیو رو شما 10 سال بعد ببینید. ما میریم سراغ چیزهای، المان‌هایی که یک بروکر داشته باشه. اصلا هر بروکری که خودتون میخواید انتخاب کنید. ببینید بروکرهای ای بوک بیشتر از ضریب 300 رو نمیتونن به شما بدن، چون پرووایدرهای اجازه رو بهشون نمیدن. اگه بروکری داره به شما ضریب 1000 2000 میده، حالا 500 میده، هر چقدر داره میده، این یکم مشکوک قضیه. بریم سراغ بحث بونوس. ببینید بروکرها تا بونوس 20% قابل قبوله. بازم منطقی نیست ولی باز هم قابل قبوله، این اشکال نداره. تا 20% حالا بروکر خیلی پولدار میاد تا 20% به شما بونوس میده. بروکری که بیشتر از 20% داره به شما بونوس میده مشکوکه. چجوری یک بروکر میاد شما $1000 شارژ میکنید حسابتون، $1000 به شما بونوس میده؟ این پول از کجا میاد؟ یعنی واقعا میتونه پول هر کسی رو تو برابر کنه؟ اینقدر سرمایه داره؟ نه. پس چجوری این کارو میکنه؟ مشکوکه. و حالا المان‌های این شکلی که باعث میشه که شما باید به شک بیفتید که آیا این بروکر یک بروکر ای بوک هست یا بی بوک. و در واقع قبل از انتخاب بروکر به این نکات این شکلی توجه کنید. حالا بونوس بیش از حدی بهتون میده. یه نکته دیگه اینه که بروکرهایی که کمیسیون و اسپرد هم نمیگیرن مشکوکن. برید سراغ بروکرهایی که به شما بونوس نمیدن، در واقع کمیسیون ازشون میگیرن، اصلا کمیسیون زیاد بگیرن، اون خوبه. برید سراغ بروکرهایی که در واقع، چرا اینو بهتون میگم؟ این بچه بروکر درآمدش از کمیسیونه. ببین بروکر که همون جریانی که بهتون گفتم، هیچ چیزی تو این دنیا رایگان نیست. چرا یک بروکر باید بیاد از شما کمیسیون نگیره؟ پس از کجا میخواد سود کنه؟ شما $1000 شارژ کردی، $1000 هم بهت بونوس میده، کمیسیون هم که ازت نمیگیره، پول بهت میده، کمیسیون هم که نمیگیره. پس چجوری میخواد سود کنه؟ یه جایی بالاخره باید درآمد خودشو کارکنانشو در بیاره دیگه، از اونجوری در میاره. ولی بروکری که داره کمیسیون ازتون میگیره، حالا گفتم کمیسیون زیاد که نه، یه شوخی بود، ولی اون بروکری که داره کمیسیون و اسپرد منطقیشو میگیره دیگه نیازی به این کارا نداره و سودش توی اون اسپرد و کمیسیونشه. پس برید سراغ همچین بروکرهای. البته خب حالا اینا چیزهای خیلی تخصصی بود که بهتون گفتم. بروکرها اگه بخوام خیلی عامیانه بگم، خیلی ساده شو بگم، رگوله داشته باشن، با ایرانی‌ها همکاری کنن، چیزایی که همه میدونن دیگه، من نیاز نیست اینا رو بگم. من اون چیزهایی که تخصصی ترن رو بهتون میگم. قطعا باید اونا رو داشته باشن، پیش زمینه هر بروکری هستن. خب امیدوارم تا اینجا تونسته باشم شما رو به صورت حالا کلی با بازار آشنا کنم. توی جلسات بعدی میریم سراغ آموزش‌های حرفه‌ای‌تر و کم کم تا بتونیم به درآمد برسیم از این بازار. خیلی خوشحالم که این ویدیو رو تماشا کردید. افتخار این داشتم با شما آشنا بشم و امیدوارم که مفید واقع شده باشه. مرسی.